بزرگ میگوید زیباترین منظره در جهان این دیدن کودک است که پس از آن که به او راه نشان دادید در راه زندگی با باوری قدم میزند. السلام علیکم بینندگان عزیز تلویزیون بهارستان، منظور شماست برنامه نوبتی مسیر تربیت و موضوعی که امروز در برنامه ما پیگیری میکنیم این آداب معاشرت در عائله و جامعه می باشد و با سوال های ما و شما امروز پاسخ میگویند دوسنت کافدرای پسیخولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان نامزد علم های روانشناسی استاد نادر امانوف. خوش آمدید. در آغاز میخواستیم فهمیم که آداب معاشرت در کودکان و نورسان از کدام لحظه شکل میگیرد؟ باید بگیم که هر گونه آداب از لحظه اولی به دنیا آمدن گفتن ممکن است که آغاز می شود. شکل گیریش. بله، آغاز می شود از همون لحظه اولی که مثلا پدر و مادر نسبت به کودک ظاهر میکنند چگونه گفتار و چگونه رفتار. کودک گفتم خیلی که آدم در آینه خودش میبیند، کودک انمی خیلی یا در آینه نه که سیمای ظاهری بلکه باطنی پدر و مادر را میبیند و به آنها تقلید میکند، به گفتار آنها، به کردار آنها، به عمل آنها تقلید میکند، با آنها میخواهد مانند باشد. چون که نمونه برای کودکان سه کس شخص عبرت گیرنده است، یعنی از سه نفر کودک بیشتر عبرت میگیرد. یکم پدر و مادر است، اول پدر بعد مادر، اول مادر بعد پدر بعد استاد. از سه نفر کودکان بسیار بخواهند که عبرت بگیرند و با سه نفر بسیار اعتبار میتن. بنابر همین هر چیزی که آنها میگن، هر کاری که آنها میکنن برای اون نمونه عبرت است. چخیلی که متمتیکا میگه اکسیوم برین درست است گفته همین را میگیرد در خود کش میکنه را ظاهر کند. بنابر همین سه نفر باید در تربیه کودکان خطا نکنند، پدر، مادر و استاد. کودکان گفتار و عمل همین سه نفر رو همه وقت درست است، خوب از گفته قبول میکنن، از اون پیروی میکنن. بنابر همین آداب معاشرت هم در مثلا از همین آغاز میشود. ببینید کودکان اعتبارتون پدر و مادری خوش گفتار و خوش رفتار باشند، در حضور کودک اگر خوش گفتاری خوش رفتاری کنند، کودک از آنها عبرت گرفته ایستاده خوش گفتار خوش رفتار میشود. اگر که پدر و مادر در حضور فرزند بد گفتاری کنند، بد رفتاری کنند، مثلا سخنهای قبیح استفاده برند، دشنامهای قبیح رو استفاده برند، اهمیت کودک هم همین خصلت ها رو میگیرد، همین گپ های ناجا رو در خود تشکل میدهد و به دیگران این رو مثلا ظاهر میکنند. و همین خیلگر بالاتر که رفت در مکتب هم همین خیل میشود. هر چیزی که استاد میگه کودک قبول میکند و به دیگران ظاهر میکند. حتی برای شما که برای بیننده‌های عزیز که یک مثال شود که چه از استاد میگیرد، مثلا یک روز من در خاطرم است که در یک جا خواندم پدر اکوی کودک با کودک اکو چیزی میخواد یاد کرد، بعد میگه که انمی کارا میکنی، این کارا که کردی درست میشه، بعد میگه نه این خیلی نمیشه، کودک قبول نمیکنه. میگه چوب قبول نمیشه؟ خب من ناستر میدونم. نه میگه تو نمیدونی، باید این خیلی شاید گفته کودک قبول میکنه. میگه چوب تو قبول گوش نمیکنی؟ میگه گوش کن، چون که معلم ما گفت که این خیلی میشه. یعنی ببینید گپی هیچ کس قبول نمیکنه، از اکوش قبول نمیکنه، از دیگر کس قبول نمیکنه، از استاد قبول. اگر خدا نشان ندهد، اگر استاد خطا کرده باشد او رو اصلاح کردن قریب مشکل نمیشود، چون کودک هر چیزی که استاد گفت او رو درست قبول میکنه. بنابر همین در تربیت کودک یکم است که پدر و مادر و دوم است که استادان باید خطا نکنند، چون که خطا کردن خیلی که میگن چون سخت در کودک تشکل می‌یابد و قبول کرده میشود که دیگر او رو تغییر دادن می‌یابد مشکل است. بنابر همین تربیت کودک الان خیلی آغاز میشود، یعنی از پدر و مادر. پیش از همه باید پدر و مادر در حضور کودک نهایت اعتبار جدی دهند با مضمون مندرجه سخنگوی، مثلا کدام سخن را میگن، کدام رو استفاده میبرند. حتی من یاد دارم که یک نفر در خانه یک از ما مهمان شدیم، اون نسبت به کودک خود حتی شما گفته یک آدم بزرگ برای مناسبت کرده با او گفتار میکرد و ما این را اعتبار دادیم، گفتیم چرا تا این درجه در سیمای کودکتون شما یک آدم بزرگ دیده با این خیلی مناسبت میکنه، گفتار میکنه، شاید نام پدرتون آمده یا بابایتون آمده در سیمای کودک بابایتون و پدرتون رو ببینید. گفت نه، گفت من مقصدم دیگر است، من میخواهم که کودک من فقط سخنهای بهترین و
با احترام دیگر رو شنود، دیگر سخن‌ها رو نشنود و همین خصلت‌ها، همین سخن‌های بهترین در فوند لغوی او جمع شود و همین‌ها رو و استفاده برد. از این زیاد رو استفاده بردن مثلا نکند، استفاده نبرد. ما در حیرت موندیم چقدر فکر خوب است، چقدر این که از انسان ببینید چقدر دوراندیش است تا به خاطری که در فوند لغوی کودکش کلمه ناجا دیگر جا نشود اینقدر کوشش مبارزه بوده. الان که هر یک پدر مادر اگر کوشش کند فرزند و بهترین مثلا آداب معاشرت را در خود پیدا میکند. سبب در چیست که در بعضی آدمان الفاظ قبیح گفتن عادت شده است؟ این چیز در بین کودکان نارسان هم زیاد است امروز. افسوس و صد افسوس که الان اطرافیانی که کودکان رو احترام میکنن از همین کلمه ها که استفاده میبرن، از همین عبارات ها استفاده که میبرن، کودک هم با اونا تقلید میکنن. اصلا کودک وقتی که به دنیا میاد اصلا در علم‌های همین روانشناسی و پداگوژی یک عبارت است که همه وقت اونها رو تکرار میکنن، میگن که انسان مثل یک کاغذ سفید به دنیا میاد. در کاغذ سفید چیزی که نوشته شده است فوند لغوی کودک هم خیلی تازه است، هیچی نیست و او کاغذ از چی پر کرده میشه؟ فوند لغوی کودک از چی پر میشه؟ از گپ‌های اطرافیان شنیدگی. هر چیزی که شنید در اون کاغذ یا نوشته میشود یا در فوند لغوی کودک جمع میشود و کودک از همون فوند لغویش از همون استفاده برده اونها را ظاهر میکنه، بیان میکنه. بنابر اگر اطرافیان خوشگفتار و خوش رفتار باشند، اگر که مثلا اطرافیان سخنهای قبیح را استفاده نبرند، هیچ وقت کودک این کلمه را، این عباره را استفاده برده نمیتواند. بنابر همین هر چیزی هست میگن از ماست و معنای همین را دارد که اگر کودک یک گپی ناجا، یک سخن ناجا را که تکرار کرد، ما باید از او خفه نشویم، از خود خفه شویم که پس ما در مناسبت با او، در گفتار، در رفتار با او ما به خطا گرفتیم. یعنی این گناه ماست. گناه ماست که از ماست. سلامت باشه. کدام عملهای خوب میتوانند در مناسبت و معاشرت کردن در جامعه هر یکی ما را کامیاب سازد از نگاه روانی؟ باز همین گپ دوام میکند که باید چقدر پدر و مادر در وقتی که در حضور کودک گفتار میکنن، رفتار میکنن، باید دوراندیش باشن. گفتم که در ترازی عقل خود اول سخنهای خود رو، عباره‌های گفته‌های خود رو برکشیده بعد بیان کنند که چون که در فوند لغوی کودک این ثبت میشود. میخوای که کودکت همین خیلی بد گفتار باشد، پس بد گفتاری کن. میخوای که سخن فرزند تو همین خیلی بد اخلاق باشد، مرحمت به اعتباری کن. لیکن اگر خواهی که در سیمای فرزندت شخصی خوشگفتار و خوشرفتار نمونوی را بینی، پس در ترازی عقلت هر یک سخن خود، هر یک عباره گفتار خود را میگه برکشیده بگوی که آینده کی در کجا به تو برمیگرد. مثلا چه خیلی گفتم که مثلا وقتی به کودک گپی ناجا گفتی، بعد در فوند لغوی گپی ناجا شد، ممکن در حضور یک مهمانی عالی قدر که به خانه تو میاد، در حضور همون آدم این فرزند تو از همین عباره استفاده برده در حضور و شرمنده میکنه. بنابراین همین به خاطری که انمی گپ نشود، ما باید سخت در ترازی عقل خود سخنهای خود را، گفتار خود، عمل خود را برکشیده در حضور کودک ما باید بیان کنیم که در فوند لغوی و چیزهای منفی جمع نشود. سلامت باشید. اینجا سوال‌های بینندگان و اندیشه‌هایشان پیشنهاد شده است. شخصی با نام ساربان از ناحیه تیمورملک به ما سوال پیشنهاد کرده است که من 17 ساله می باشم، هنگامی با دیگران صحبت کردن زود اندیشه‌هایم پریشان می‌شوند. خوب صحبت کردن نمی‌توانم، خود را گم می‌کنم. از نگاه علمی روانشناسی سبب این در چیست و من چگونه از این حالت خلاص شوم؟ درست است. در وقت معاشرت کردن. بله، سوال خوب داده. در حقیقت همین خیلی میشد و اگه پیش از همه سبب چنین شدنش در نبودن تجربه است. اگر که آدم مهارت و ملکه و تجربه همین کار داشته باشد، در خود داشته باشد، تشکل داده باشد، همین حالت ناراحتی، همین حالتی گفتم که استرس آور از آدم دور می شود. یعنی چیکار کنه؟ آدم باید با آدمان زیادتر باید صحبت کند، در بین آدمان باشد، بسیار گفتار کند، عمل کند. چقدر با آدمان باشد، چقدر با آدمان سر و کار داشته باشد، مهارت و ملکه سخندانی، سخنرانی و مناسبت گفتاری و تغییر بهتر می شود. چقدر آدم از آدمان دوری جوید، همین قدر همین تجربه کمی که میکند
مهارت ملکه همین چیز که در آدم کمی که میکنن در لحظه ضروری انسان بعد به همین حالت ناگوار میافتد و یک سبب اکم دارد. اکنون چرا شما ممکن که چرا در یک کس همین هست در دیگر کسی؟ چون که بعضی آدما اصلا تنها پرستند، تنهایی رو دوست می‌دارند، با خود بودن رو دوست می‌دارند. اونها گفتن بگن بعضی تاجیکان میگن آدم گریزند، در جایی که آدمایی که جمع میشن دیگه میشن از دوری میجویند، با خود بودن در خانه الهیده بودن رو دوست می‌دارند، تنها بودن رو دوست می‌دارند و این آدمان در همین حالت‌های ناگوار میفتند. این آدمی که جامعه دوست دار است، آدمی که مثلا گفتار کردن، سخن کردن با آدما بودن رو دوست و تنهایی رو دوست نمی‌داره، برعکس در بین جامعه بودن رو دوست داره و هر زمان با آدما گفتگو میکند، از این حالت بیرون میبرد. مثلا برای که این خصلت تشکل دادن، آدم باید کوشش کند که برای که در آینده در کار میشه گفته هر زمان با آدما باشد، با آدما گفتگو کند، با آدما اشتخاص کند، سخنرانی کند، تجربه مهارت زندگی در او تشکل می‌یابد. مانند همین من یک چیز رو می‌خواستم به خاطر بیارم که یک بار یک نفری رو میپرسیدن که چرا در حضور مهمان‌ها تو فرزند خودت رو در پهلویت نگاه می‌داری؟ شاید همین خوب نباشد چون که کلان سالان شدن. بعد اون نفر میگه که من به خاطر اون فرزند رو در پهلویم بگیرم که در اول بگذار عادتی با آدمان شیشتن، با آدمان سخن کردن، در او همین مهارت تشکل یابد. فهمد که آدمان چخیل مهمان قبول میکنند، با مهمان چخیل گفتار میکنند، چخیل آدمان کلانسال سخنرانی میکنند، بگذار در او این تشکل یابد. انا ببینید که یعنی خصلت های خوبی همین رو بیاد پدر و مادر رو باید در کودک تشکل دهد. وقتی که کلانسالان گرد میزن کودکان تمام دور کردن هم خوب نیست. بگذار از گفتار و رفتار کلانسالان کودک این رو دیده شنیده در خود تجربه حیاتی تشکل دهد که بزرگان کلانسالان آدمانی یعنی خیلی آبرومند چنین گفتار میکنند، چنین رفتار میکنند، چنین مهمان قبول میکنند، چنین مهمان رو مثلا مهمان نوازی میکنند و چه مهمان رو گسیل میکنند. در واقع خصلت‌های خوبی انسانی رو باید تشکل داد و این توسط دیدن و عمل کردن در آدم این تشکل میاد، نه که فقط. تشکر زیاد. مادر به ابراز نام نسب سوال کرده است که پسر من 13 سال است، عادتی بدی پیدا کرده است. در وقت صحبت با دوستان و اطرافیان خواه و ناخواه دشنام ها میدهد یا قسم های بیهوده خورده گاه دروغ میگوید. این عادت های بد را چگونه میتوان از او دور ساخت؟ درست است. همین سوالی که بسیار به حیات بسیار امروزه حیات امروزه نزدیکی داره. پس این از کجا سر می شود که کودک در محیط ناسالم، البته میخوام نمیخوام کودک به کوچکی برآمد در محیط هر گوناگون عمل میکند، گفتار عمل میکند و از آنها هرچی میگیرد. پس ممکن در یک محیط ناسالم یک لحظه بود و سخنهای ناجور از اونجا قبول کرد، در فنج لغوی خود گرفت و اگر کودک مهارت تجربه خوب ندارد و ترازی عقلی و خود بهتر باید شاید گفتم ممکن است که کفایگی نمیکند که او از او استفاده برد، فهمد که کدامش جای کدامش کجا است، در کجا را استفاده میکنه، کدامش خوب است کدامش بد. تجربه حیاتی که ندارد، بنابراین باید به کودک ما کمک رسانیم. چخیل مثلا هر بار که این خطاگی که ظاهر میشه به کودک به واسطه لط کوب نه و پای قبیح نه بوس. ببینید آتش رو با آتش خاموش کردن نمی شود، برعکس کردن در کار با واسطه سخنهای دیگر، مثلا با واسطه سخنهای شیرین. اول او رو یک دو سه گپ شیرین گفتن در کار، مثلا گفتن که چه تو بچه کلان شدی، چه تو مثلا بچه قد قامت شدی، چه تو به من شیرین هستی، برای من بسیار ارزنده هستی، بسیار من تو رو دوست می‌دارم و گفتارت هم خوب است، عملت خوب است. لیکن در همین گفتار عمل تو یک کمبودی ناچیز است. سرک اگر همین کمبودی ناچیز نباشد تو طلا میشوی. گفته انا بخیر اول برداشت کردن در کار، هوسمند کردن در کار، یک چند کامپلیمنت های شیرین قطعی و به خود نزدیک کردن در کار. بعد گفتن در کار که بچه جون اگر همین یک کمبودی ناچیز داری، اگر همین کمبودی ناچیز نباشد تو طلا میشوی، تو بهترین میشوی. گفته وقتی ما این چنین گفتار میکنیم وای کودک با تمام هستیش میخواد تیزتر فهمد کدام کمبودی دارد که او را اصلاح کند و برای ما چقدر با عزیزتر و شیرینتر شود. و بعد ما با اون بگیم که بچه جان دیگر در گفتارت همین گپ را تکرار نکن، این گپ رو گفتم اصلا آداب نیست، این کمبودی است. آدمی با عقل، بچه با عقل و بچه با خرد، بچه شیرین عزیز این گپ ها را نمیگد،
این بچه‌ها رو آدمای بد میگن. پسرم دیگر این گپا تکرار نکن. الان خیلی با یک زبان شیرین اگر ما مناسبت خوب و شیرینی خوب کرده ایستاده با کودک همین چیزا رو نازکش فهمونیم، آیسته کودک بعد ترازوی عقل کودک گفتم که درست کار میکنه، کودک در کودک این تشکل مییابد، جدا کردن میتواند که هر یک گپ جای خودش دارد. این گپ رو در کجا گفتن ممکن است، در کجا گفتن ممکن است، کدامش خوب است، کدامش بد. الان ترازوی عقل کودک رو ما گفتم ممکن است که درست میکنه، کودک از اون استفاده برده تواند. در عموم برای خوشگفتار و خوشسخن شدن فرزندان امروز باید چی کار کنیم؟ البته بهترین سوال است برای این ما باید چیکار کنیم؟ باید محیط خوشگفتاری خوشرفتاری رو ما تشکیل کنیم. ما باید محیط رو درست کنیم، چون که همه چی از محیط گرفته می شود. یعنی در عائله اگر پدر مادر خوشگفتار خوشرفتار باشند، در کوچه همه خوشگفتار خوشرفتار باشند، در باغچه همه خوشگفتار خوشرفتار باشند، در مکتب همه خوشگفتار خوشرفتار باشند، پس کودک همین خصلت ها رو میگه، چون دیگر چیز رو ندیده است. هر چیزی که ندید از وی استفاده بردن، در فوند لغویش که نباشد، در تجربهش که نباشد و این چیز رو خودش ایجاد کردن نمیتواند. بنابراین اگر محیط رو ما سالم کنیم، محیط رو خوشگفتار خوشرفتار کنیم، پس در کودکان ما خوشگفتاری خوشرفتاری دیده می شود و تشکل می یابد و این خصلت‌های خوبی فرزندان ما میشه. ادبیات کلاسیکی و ادبیات امروزه گفتم میکنه که تاجیک ما بسیار غنی است در این مسئله و بزرگان ما در این مسئله تربیت فرزند بسیار فکر و عقیده ها، هر گونه حکایه ها، اندیشه های گوناگون در مسئله های زیاد گفتند و اگر پدر و مادران عزیز اگر که بعضا به همین کتاب ها رو بیارن در اخلاقی، در مثلا در تربیت فرزند، مثلا از پند و نصیحت های از رودکی بزرگ بگیرن، از لقمان حکیم بگیرن، مثلا بخوانند توجه کنند، از گفتن شاعر نویسنده های امروزه اگر که بگیرن آنها را بخوانند و در استفاده برند، بسیار به مقصد نزدیک است. چون که بزرگان ما همین راستی که این ادبیات بزرگی ما داریم، این قدر گفت پند و نصیحت هایی که ما داریم قریب یگون خلق ملت ها ندارد. مثلا وقتی که 1000 سال پیش رودکی بزرگی ما پند و نصیحت ها گفته شعر می نوشت و بیان میکرد، بعضی خلق ملت ها حرف نمیشناختند، ادبیات نداشتند، دیگر نداشتند. این قدر گفتم که فوندی همین ما زیاد است. ما از اونها اگر که همین چیزهای درکاری رو بگیریم، مثلا برای حتی گفتم که هم خیلی نویسنده و عالمان متخصصان همین سخن همین ها رو بگیرن، یک نمونه عبرت برای در تربیت فرزند گفته کتاب بشره کرده به مردم مثلا پیشکش کنند، پدر مادرها از اون استفاده برند، بخوانند، استفاده برند در زندگی بسیار خوب میشه. چون که ما بعضا این زبان مسئله این مثلا پند و نصیحت ها رو بخونیم در حریم چقدر گپ خوب گفته است و چرا که ما افسوس و صد افسوس که از همین چه آگاه نیستیم، چون ما خبریم، چون که این چیزهای قیمتی مهمی ما بعضا در آثارخانه کتابخانه مونده است و کسی با اونها رو نآورده است، کسی با اونها مثلا گفتم میکنه است سرکار نگرفته است. افسوس و صد افسوس. لیکن ما همین رو باید بگیریم، استفاده بریم، چون که امروز تربیت ما میخوایم تربیت خوبترین در فرزندان ما باشد، در نسل نورس، در جوانان ما باشد. پس آنها رو ما باید بگیریم، روی دست بیاریم، نمونه عبرت در کتاب ها، در مکتب ها، در برای معلمان، برای پدر و مادر، برای مربی ها نمونه عبرت شوند و شاید که آنها توانند از همون استفاده برند در پروسس تربیت نسل نورس. این نشان رسم میشد، بسیار به مقصد میشد و نسل نورس ما به فکرم صفت تعلیم و تربیت نسل نورس ما بهتر خوبتر میشد. بینندگان گرامی، اگر شما نیز سوال و یا اندیشه های وابسته به برنامه های ما دارید و یا میخواهید که وابسته به خصلت های گوناگون فرزندانتان اندیشه روانشناس را شنوید، پس میتوانید سوال های خود را به ما ارسال نمایید. بینندگان گرامی، یادرس میشویم که در برنامه امروزه وابسته به آداب معاشرت در عائله و جامعه صحبت داشتیم و امروز به سوال های ما و شما پاسخ گفتند دوسنت کافدرای پسیخولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان نامزد علم های روانشناسی استاد نادر امانوف. خوش آمدید بار دیگر. بینندگان گرامی، اینجا برنامه نوبتی مسیر تربیت به انجام میرسد. خیر تا برنامه های آینده سلامت و کامیاب باشید.